بهترین تصمیم اینه که کل مبلغ و یا حداقل 80% مبلغی رو که به عنوان تمکن مالی داخل حسابتون میگذارید و داخل پرونده نشون میدید تا زمان صدور ویزاتون داخل حسابتون نگه دارید. بسیاری از افراد هستن که زمانی که پروندهشون رو به اداره مهاجرت ارسال میکنن یه مبلغ بسیار زیادی رو به عنوان تمکن مالی داخل پرونده نشون میدن و بلافاصله بعد از سابمیت ویزاشون اون مبالغ رو از حسابشون خارج میکنن. متاسفانه این مسئله میتونه برای پرونده شما بسیار دردسرساز بشه، به این خاطر که زمانی که شما پروندهتون رو به اداره مهاجرت ارسال میکنید گاهی اوقات 2 تا 3 ماه و حتی برای بعضی از برنامه‌های مهاجرتی ممکنه تا 1 سال هم زمان ببره برای اینکه نوبت به پرونده شما برسه و آفیسر اداره مهاجرت پرونده شما رو بررسی کنه. در زمان بررسی پرونده آفیسر میتونه استعلام حساب بانکی شما رو بگیره و اگر متوجه اختلاف حساب بسیار زیادی بشه این مسئله میتونه مشکلات جدی رو برای پرونده شما به وجود بیاره. افسر اداره مهاجرت به همین دلیل میتونه پرونده شما رو ریفیوز کنه و یا حتی میتونه مجدد یک تمکن مالی دیگری رو از شما درخواست کنه. به همین خاطره که ما همیشه پیشنهاد میکنیم کل مبلغ یا حداقل بخش عظیمی از اون رو تا زمان صدور ویزاتون داخل حسابتون نگه دارید.